عکسی که توی تصویر میبینید یه عکس معمولی نیست، بلکه صحنه یه جنایته. جنایت وحشتناکی که ده‌ها سال در حاله ای از ابهام بود، اما با گذشت زمان و به کمک تکنولوژی کاشف به عمل اومد که یه مادر کودک 10 ساله خودش رو به فجیح ترین شکل ممکن به قتل رسونده. توی این ویدیو قراره 4 مورد عجیب رو بررسی کنیم که زمان وقوعشون هیچ سرنخی درباره دلیل رخ دادن یا عاملان اون در دسترس نبود، ولی به طرز عجیبی که حتی فکرشون نمی‌کنید حل شدن. خوش اومدید به این ویدیو. 6 نوامبر 1999 زمانی که زوج مسن مجارستانی توی خونه در حال تماشای تلویزیون بودن، 2 مرد نقابدار از طریق پنجره حمام وارد خونه اونا شدن و ایرما و گرگور رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. سارقا از اونا محل پول نقد و جواهرات رو میپرسیدن، اما ایرما و گرگور با اونا مقاومت میکردن و همین باعث عصبانیت اون 2 مرد و ضرب و شتم بیشتر اونا میشد. زمانی که متوجه شدن ایرما و گرگور قرار نیست به اونا کمک کنن، دست و پاشون رو با کابل تلفن و دهنشون رو با نوار چسب بستن. به دلیل ضربه های شدیدی که به سر و صورت ایرما وارد شده بود، راه تنفس از بینی بسته شده بود و چون دهنشون رو هم با نوار چسب بسته بودن، به دلیل نرسیدن اکسیژن به ایرما اون جون خودش رو از دست میده. مهاجما بعد از زیر و رو کردن خونه و پیدا کردن پول نقد و جواهرات از خونه متباری میشن. گرگور با تلاش زیاد دست و پای خودش رو باز میکنه و سریع با اداره پلیس و امداد تماس میگیره. تا اینجا همه چیز شبیه یه دزدی عادی بود که یه کمی بد پیش رفته بود، اما براتون جالب میشه که بگم اون 2 مرد 2 بار دیگه هم به خونه ایرما و گرگور حمله کرده بودن. یک بار سال 1997 و یک بار هم 1 سال بعدش، اما دوی هر دو دفعه ناکام مونده بودن و با مقاومت ایرما و گرگور مواجه شده بودن. وقتی سال 98 اون 2 نفر به خونه ایرما حمله کرده بودن، ایرما با یکی از اون سارقا درگیر میشه و در نتیجه این درگیری کلاه اون سارق رو برمیداره. داخل کلاه نمونه‌های دی ان ای که همون موهای سر سارق بود وجود داشت، اما چون توی اون سال خیلی علم پیشرفت نکرده بود و نمیتونستن به راحتی از این طریق سارقا رو پیدا کنن، این مربنده یه جورایی مختومه اعلام شد. اما زمانی که 1 سال بعد سارقا این جنایت بزرگ رو رقم زدن، خانواده ایرما و گرگور درخواست داشتن تا روزی که این پرونده حل بشه پرونده باز بمونه و حتی برای اون یه جایزه $500,000 هم گذاشتن. شاید اینجا به خودتون بگید یه پیرمرد و یه پیرزن چی داشتن که سارقا 3 دفعه این ریسک رو به جون خریدن که به خونه اونا حمله کنن. ایرما و گرگور اعتقادی به نگه داشتن پول یا جواهرات داخل صندوق امانات و بانک نداشتن، به خاطر همین اونا رو داخل خونه پنهان می‌کردن و همسایه‌ها هم از این ماجرا باخبر بودن. از این ماجرا چندین سال گذشت تا اینکه سال 2010 چند تا جوان سعی کردن به صورت غیر مجاز وارد یه باشگاه گلف بشن، به خاطر همین دستگیر شدن. زمانی که تست دی ان ای این 5 جوان رو انجام دادن، متوجه شدن یکی از اون افراد دی ان ای مشترک با اون سارقی داره که ایرما کلاهش رو برداشته بوده. پلیس استرالیا بعد از چند روز مردی به نام استیو رو دستگیر کرد. استیو اول از این جنایت سر باز میزد، اما بعد از فشارهای پلیس اون به این جنایت اعتراف کرد و حتی همدست خودش یعنی جوزف 68 ساله رو هم لو داد. شب 17 ژانویه 1985 تو شهر ریموند، دنیز بولتر 24 ساله به طرز عجیبی ناپدید شد. همسر دنیز زمانی که از محل کارش به خونه برمیگشت، متوجه شد پیکاپ دنیز جلوی در خونه نیست و از این موضوع خیلی متعجب شد، چون اصلا سابقه نداشت که دنیز اون ساعت از شب بیرون از خونه باشه. به خاطر همین فکر شاید شوخی، سورپرایز چیزی باشه و به داخل خونه رفت. اما وقتی وارد خونه شد، خون توی رگ‌هاش یخ زد. روی میز ناهارخوری یه نامه بود، نامه‌ای که توش نوشته بود همسرت دست ماست. همسر دنیز واقعا ترسیده بود. اون شروع کرد گشتن دنبال دنیز و زنگ زدن به دوستا و آشناها که ببینه آیا این یه شوخیه یا نه واقعا ماجرا جدیه. زمانی که همسر دنیز به تمام دوستا و آشناها زنگ زد و دید که نه واقعا یه مسئله بزرگ در میونه، با پلیس تماس گرفت و این ماجرا رو با اداره پلیس در میون گذاشت. نیروهای پلیس سریع به محل اعزام شدن، اما چون هیچ سرنخی وجود نداشت که چه بلایی سر دنیز اومده، اونا شروع کردن گشتن دنبال پیکاپ و درست چند روز بعد پیکاپ دنیز رو کنار فرودگاه لوگان بوستون پیدا کردند. داخل ماشین کارت شناسایی، کارت‌های بانکی و مقدار پول نقد که متعلق به دنیز بود وجود داشت، که اینجا این احتمال به وجود اومد که شاید دنیز دزدیده نشده بلکه صرفاً فرار کرده.
اوایل این صرفا یه احتمال بود، چون هیچ مدرکی وجود نداشت که بگه چرا یه زن معمولی باید فرار کنه. اما درست 1 سال بعد از این ماجرا، دنیز بولسر 24 ساله محکوم به دزدی $100,000 از شرکتی شد که داخلش کار میکرد، که این احتمال رو قوی تر کرد که شاید دنیز به خاطر اون دزدی فرار کرده و اصلا دزدیده نشده. این پرونده بدون هیچ سرنخی باز بود تا اینکه سال 2003 FBI معتقد بود دنیز هنوز زنده است و داره با یه هویت جدید داخل فلوریدا زندگی میکنه. نیروهای پلیس به محل اعزام شدن و زمانی که سر اون لوکیشن رسیدن و در باز شد واقعا متعجب شدن. اون خونه متعلق به دنیز بولسر 24 ساله بود که سال 1985 ناپدید شده بود. اما حالا اون 42 سالش رو با هویت جدید دنیز جونز داره زندگی میکنه. توی روند بازجویی دنیز قبول کرد که $100,000 از شرکتی که داخلش کار میکرده دزدیده. اون دلیل فرارش رو اینطوری مطرح کرده که بعد از دزدیدن پولها متوجه شده شخصی که براش کار میکرده با مافیا در ارتباط بوده و زمانی که متوجه شد به دلیل دزدی قرار توسط همونا کشته بشه، فرار رو برقرار ترجیح داد. دنیز میگفت چه پولا رو میذاشتم سر جاش، چه فرار میکردم، بالاخره مرگ من حتمی بود. به خاطر همین ترجیح دادم که فرار کنم تا شاید شانس زنده موندن داشته باشم. حالا بریم سراغ پرونده‌ای که اول ویدیو باهاتون درباره‌اش صحبت کردم. 21 دسامبر 1988، درست چند روز قبل از کریسمس، یه راننده کامیون در حال عبور از جورجیا بود که متوجه شد کنار خیابون یه جعبه تلویزیون و یه چمدون واقعا عجیب افتاده. راننده کامیون که هم می‌خواست خستگی در کنه هم فضولی بهش فشار آورده بود، میزنه کنار که ببینه اون دور و برا چه خبره. به محض پیاده شدن از کامیون یه بوی واقعا بد به مشام راننده میرسه و احتمال میده که شاید حیوانی چیزی به ماشین برخورد کرده و اون دور و اطراف مرده. به خاطر همین خیلی اهمیت نمیده و به گشت زدنش اون اطراف ادامه میده. راننده شروع میکنه به بررسی کردن وسایل کنار جاده و زمانی که به چمدون میرسه متوجه میشه به طرز عجیبی مهرموم شده، طوری که انگار میخواستن کسی نتونه از محتویات چمدون با خبر بشه. راننده از ماشین چند تا ابزار میاره و بالاخره در چمدون رو باز میکنه. زمانی که در چمدون رو باز کرد متوجه یه پتوی قهوه‌ای رنگ داخل اون شد که انگار چیزی داخلش پیچیده شده بود. با کنار زدن پتو متوجه یه صحنه واقعا وحشتناک شد. بقایای جسد که مشخص بود متعلق به یک کودک داخل چمدون بود. کودک به طرز وحشتناکی کشته شده بود، طوری که بدنش شبیه به خمیر شده بود. راننده کامیون سریع با پلیس تماس گرفت و بعد از ثبت اظهاراتش تیم جنایی اومد تا هر چیزی که اونجا میتونستی سرنخ باشه رو جمع آوری کنه. بعد از انتقال مدارک و جسد به دایره جنایی، جسد رو در اختیار پزشکی قانونی گذاشتن که اونا به چند نتیجه رسیدن. جسد متعلق به یک کودک بوده که حدوداً 5 یا 6 سال سن داشته. چهره کودک اصلاً قابل شناسایی نیست و اثری هم از ضرب و شتم یا چاقو پیدا نشده. از زمان مرگ قربانی 1 الی 2 ماه میگذره و اون یه دختره. اطراف صحنه جرم هیچ مدرک خاصی وجود نداشت جز یه روزنامه که مربوط به شهر آلبانی جورجیا بود. پلیس به امید پیدا کردن یه سرنخ به شهر آلبانی جورجیا رفت، اما به دلیل نبودن مدارک کافی و همکاری نکردن مردم با پلیس پرونده مختومه اعلام شد. اون کودک داخل لیست قربانیان ناشناس قرار گرفت تا اینکه شاید یه روزی این پرونده به یه نتیجه‌ای برسه. سالها از این اتفاق وحشتناک گذشت تا اینکه سال 2009 خبرهای خوبی به گوش میرسید. یه تیم از کشور گرجستان تحقیقات گسترده‌ای درباره کودکان کشته شده انجام میداد. 3 سال بعد از طریق CT اسکن جمجمه کودک و لباس خوابی که به تن داشت یه چهره از قربانی بازسازی کردند و به این نتیجه رسیدن که اون یه دورگه آمریکایی آفریقایی بوده و حدود 30 پوند هم وزن داشته. مرکز کودکان ناشناس این اطلاعات رو به همراه چهره بازسازی شده داخل شبکه‌های اجتماعی هلپ آیدیمی قرار دادن که شاید از این طریق سرنخی پیدا بشه. چند سال بعد از انتشار این خبر یه فرد ناشناس با مرکز تماس گرفت و ادعا کرد اون دختر رو میشناسه و اسم اون کنیاتا آدامه. اون فرد ناشناس اطلاعات خانواده کنیاتا رو به پلیس داد و زمانی که شروع به تحقیق درباره اونا کردن به نتایج جالبی رسیدن. یه زن 65 ساله به نام اولین آدام که مادر کنیاتا بود و ناپدری اون که 61 سالش بود. بعد از دستگیری این زوج جنایتکار و گرفتن تست‌های DNA از اونا، کاشف به عمد اومد که این دختر متعلق به اولین آدام بوده.
و این زوج با همدستی همدیگه این دختر 5 ساله رو داخل آب جوش به قتل رسوندن. مورد آخر این ویدیو مثل قبلی ها جنایی نیست، اما یه داستان